همین حدیثی که کلی بنی آدم خطا همیجا پیغمبرو داخل میشن یا که تو همین امیون؟ نه، همه، هر یک فرزند آدم گفتن. آدم هم خطاکار است، فرزنداش هم خطاکار است. خطا به معنای یک گناه قصدن نمیکنید، نیت کرده نمیکنید، همین صادر میشد از آدم. پیغمبرها هم خطا کردگی اصلا خطا در شریعت کردگی نیستن، در بیان شریعت خطا کردگی نیستن، در هم تو زندگی هاشون خطا کردگی هستن. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلام وقتی که بایه های قریش جمع کردند و اونها دعوت میکردند، عبدالله ابن ام مکتوم نابینا بود، نمیدونست از وضعیت و از کپ و کار. اومده ای محمد گفت علمنی مما علمک الله، علم ده به من از آن علمی که الله تعالی به تو علم داد. او نمیدونست که پیامبر صلی الله علیه و سلم مشغول هستند. و مقصدی پیامبر صلی الله علیه و سلم از دعوت بایه ها این بود که اگر اینا ایمان بیارند به طریق اتوماتیکی پیروانش و طرفدارانش ایمان میبیارند. رئیس ها، امیرها، کلان های مکه بودند. اگر اینها ایمان بیارد واقعا به صدها هزارها نفر آدم تاثیرش میرسید. بنابراین 5-6 نفری آنها رو جمع کرده بودند. اکنون با آنها صحبت شروع کردند که اومدو ای محمد برای من از آن علمی که الله تعالی به تو داده است تعلیم تی گفت. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم عبسه، روی ترش کردن، روی گرداندن، یعنی تابشون خیره شد، یعنی در غیر وقتش اومد همین آدم گفتن. الله تعالی سرزنش کرد، عبس و تولا، روی گردانید و روی ترش کرد. عبس و تولا ان جاءه الاعمى، وقتی که به نزدش نابینا آمد روی گرداند. ان جاءه الاعمى، وقتی که به نزدش نابینا آمد مراد عبدالله بن مکتوم بود. تو از کجا میدونی که فایده این نابینا بزرگتر است از فایده این کلان ها؟ تو باشی به اینها روی آوردی و از او روی گردانیدی. تو پیامبر صلی الله علیه و سلم سرزنش کرد. واقعا عبدالله ابن ام مکتوم یک صحابی بزرگوار معزی رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. اونو اسلام آوردن. یعنی اگر آدم نتیجه شه داند، اگر به همون یک کمبغلی نابینا روی میبیارد از این 5 بایی رئیس هایی که بی فایده است. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیدونستن خطا کردن الله تعالی سرزنش کرد. و در جهادم وقتی که منافقا اومده از پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازت میپرسید، یا رسول الله من سرم در کرده است، من پوچکم در کرده است، من مویم در کرده است، دندانم در کرده، اجازت دیدن. پیامبر صلی الله اجازت میدادن، مالی تو نرو، مالی تو نرو. الله تعالی سرزنش کرد. عفا الله عنک لما اذنت لهم، الله تعالی گناه تو رو بخشد. برای چی اجازت دادی؟ نگفت که برای چی اجازت دادی، نگفت. اول گفت که عفا الله عنک، الله تعالی خطاگی تو عفو کرد. عفو کرد. برای چی اجازت دادی؟ با یک اسلوب نیک. یعنی خطا کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم، یکی خطاگی های قصدن نبود، یعنی قصدن گناه نکردن. این چون حضرت آدم گناه کردن، همون درختی که الله تعالی نخور گفت، نزدیکی نکن گفت، بلکه ولا تقرب هذه الشجره، به این درخت نزدیکی نکنید. تا نزدیکی کردن بلکه تناول کردن. بعد گفت که انکو برای شما عذاب است، به زمین پرتو فکو مهنت کنید. گفت کشت و کار کردن، گندم کاشتن، آب ماندن، سبزانید الله تعالی، بعد درویدن، گندم خوشه هاش جدا کردن، آسیا کردن، نان کردن، بعد خوردن. در جنت همین چیز تیار بود. این جزای گناهی حضرت آدم و حوا مادری تمامی بشریت. و همین گونه آدم خطا کرد، فرزنداش هم خطا کرد، لیکن بهترین خطاکارها توبه‌کارها. خطا اینجا به معنای گناه نه از جانب پیغمبر. اونا گناه نمیکنن، خطاگی میکنن، لیکن خطاگی هاشون با سابقا عفو شدگی است، ولی نکرده الکی بخشیده شدگی است از آن پیغمبرها. لیکن در بیان شریعت خطا نمیکنن.